در بین چی می باشه؟ قلب مؤمن در خوف و رجا. قلبی که آری از خوف و رجا بود. بعضی کسا ببینین خوف و رجا چی رو میگن. خوفی است که تو از عدالت خالق متعال در حذر باشی. اگه من مال کس را بخورم در روز قیامت الله به اساس عدالتش مرا محاسبه میکنه. ما که نمازهای ما قضا کردیم و اون نفر که همیشه 5 وقت نماز خوانده، آیا ما وضو سرنوشتم یکی خواد بود؟ عدالت الهی تقاضا میکنه که کسی که نمازهای خود 5 وقت در جماعت خوانده و این کسی که جماعت نخوانده او وزی که در پیشتر در جنت بره. تو هم برو یک چند روز در پل صراط یک چند ماه تیر کن، در توقیف یک چند وقت باش. عدالت میره تقاضا میکنه. و کسی که در مقابل دشمنای اسلام می جنگه و 72 ساعت خواب نداره و تو 72 ساعت است که موسیقی میشنوی، باز تو هم امیدوار از یسی که در جنت بری او هم برن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین. مجاهد و کسی که در زیر ضربات دشمنای اسلام لحظه به لحظه گوشتش سیاه میگرده، استخوانش به درد میه، در جبهات است، او با یادمه که قشیشته قاید است و چکر میزنه و خنده میکنه و هنوز عدالت الله تقاضا اجرا میکنه. پس قلب مسلمان در خوف میباشه از عدالت الهی و با امید میباشه بر رحمت الهی. پس اگر قلب در بین خوف و رجا بود، فکرت، عملت تعادل ایجاد میشه در فکر و عمل. ام عبادت میکنی، ام از سرنوشت خراب عاقبت میترسی. یگان تو میگه نه برو هر کار که میکنی الله لک بخش است. خب ببین افراد در امیدواری. از این خاطر عمر رضی الله تعالی عنه چی میگفت؟ عمر رضی الله تعالی عنه میگفت که اگر در روز قیامت صدا شود که تمام مخلوقات در جنت برن و یک نفر در دوزخ برن، میگم من میترسم یک نفر دوزخی من نباشم. این خوف میده. و گفت اگر صدا شود که کلگی در دوزخ بره یک نفر در جنت بره، من امیدوار هستم ام یک نفر جنتی مباشم. امید به رحمت الهی و خوف از عذاب الهی. اینا میگن قلب است که در بین چی قرار داره؟ خوف و رجا. خوف ترس میگن، رجا امیدواری رو میگن.